یاران عزیز هموطنان، پیش از همه خداوند را شکر میگویم و یکایک شما را تبریک میگم برای این ساعتی که فرا رسید و از نان خود، از نان خاندان شراف‌الدین و شخصا از نان شراف‌الدین، از نان پیمان ملی و همه کسانی که این ساعت را انتظار بوده، یکایک کشورها، شهروندان، سازمان‌هایی که در وزارت کردن شراف‌الدین سهم گذاشتند، به آنها تشکر میگیم، بی‌نظاری خود را بیان میکنیم و فکر میکنیم که حالا شراف‌الدین پیش از همه نیاز به یک استراحت دارند، باید که این وضعیت را از نو خود را در یک حالت نو در بیابند و ما و شما هم که شبانه روزی در زحمت و در تلاش ها بودیم، نیاز به یک استراحت داریم. من باور دارم که در روزهای نزدیک ما و شما شاهد جزئیات ها و تفصیلات دیگر خواهیم بود. فعلا بار دیگر به همتون تشکر و انشاءالله که در روزهای نزدیک، حتی شاید که در ساعتهای نزدیک ما با تفصیلات بیشتر در این باره با شما صحبت کنیم. خداوند در نگهبان یکایک ما شما باشد. درود و سلام هموطنان عزیز، دوستان ارجمند و همه آنهایی که در قضیه من بی‌طرف نبودند عرض سپاس میکنیم. در حقیقتا مهنت شبانه روزی شما بود و زحمت‌های شما بود که ما امروز در یک فضای آزاد و آرام صحبت کردن میتوانیم و به همه تشکیلات‌هایی که وقتی خدا در یک ندانستند، به همه کشورهایی که صدا بلند کردند و در قضیه ما بی‌طرف نبودند، به همه آنها تشکر میگم و چگونه که رهبرم قید کرده بودند، شاید در ساعت‌های نزدیک با تفصیلات بیشتر رسما از نام پیمان ملی تاجیکستان اظهارات تشکر. خدا نگهبانتون باشد و همه تبریک. تبریک، مبارک. خدا نگهبانتون.